سلام به همگی. من که خیلی وقت مات و مبهوت این دستگاه‌های غول پیکر چینی موندم. شما چطور؟ بیاین با هم یه نگاهی به این غول‌های آهنی بندازیم. اول از همه SLG عدسای سایت تاس که بهش لقب هیولای آهنین رو دادن. این دستگاه عظیم الجثه میتونه قطعات پل رو به تنهایی بلند کنه و سر جاشون بذاره. اصلا هم به جرثقیل احتیاج نداره. حالا بریم سراغ دستگاه حفار تونل یا همون TBM خودمون. این یکی مثل کر از دل کور رد میشه. این دستگاه ها فقط بزرگ نیستن بلکه به طرز باورنکردنی کارآمد هم هستن. TBM میتونه در عرض یک روز 10 متر تونل حفر کنه و در آخر نمیتونیم از قطار هوایی فاکتور بگیریم. بلندترین خط آهن دنیا که با کمک همین غول‌های مهندسی ساخته شده. دستگاه‌های غول پیکر چینی دارن چهره دنیا رو تغییر میدن و نشون میدن که تو صنعت ساخت و ساز هیچ چیزی غیر ممکن نیست. اینا فقط یه مشت آهن پاره نیستن بلکه نماد نبوغ و جاه طلبی انسان هستن. پس دفعه بعدی که یه پروژه عظیم دیدین یادتون باشه که این غول‌های آهنین پشت صحنه دارن زحمت میکشن تا این همه عظمت رو خلق کنن. خیلی باحالن، نه؟